سرودی اولین سال 1977 در رادیو جمهوری ثبت شده است که تاجیکستان بهره‌مند از دیه من سر می شود. این اولین سرود مکتبی محبت فو انمی سرود که اول سر شد. یکم بیت خونم باشد استاد، چرا نه؟ تاجیکستان بهره‌مند از دیه من سر می شود. تاجیکستان بهره‌مند از دیه من سر می شود. از حریم دلبری گل پیرهن سر می شود. از سرودی علمانم دیزر افشانی عزیز از کتاب تورالی شیرین سخن سر می شود. این مکتب اولین سرود. بله. و بیاد استاد چون تار به دست گرفتی همزمان خواهش بیننده عزیز رو نیز اجرا کرده باشیم که چون سرودی درخواست کرده. جان از آن های کاید می کند. جان از آن های کاید می کند. توتی از شکر روایت می کند. هر کی میگوید حدیثی سلسبیل جانم از جدایی شکایت میکند. زان لبی نوشین کنایت میکند. تشکر زیاد. پس گفتن چند بیت شاخص سمرقندی. بله. بیا که زلفی کجو چشمی سرمسان اینجاست. نگاهی گرم و ادای دل ربا اینجاست. یارم جانم. بیا که زلفی کجو بیا که زلفی کجو چشم سرمسا اینجاست جانم. نگاهی گرم و ادای دیر با اینجاست دادم. شهادت در طلبی دشت کلبنا این جاست